سه مبارزه جالب و دیدنی در راه از یکی از برادرای تاجیکستان ما است، رولا علیوف، کسی که 10 پیروزی و بدون شکست است. تاریخ 22 نوامبر مسابقه داره. برادر خونده حمزه چمایف پدر UFC، آرمان تسروکیان مسابقه داره. بلال محمد از کشور فلسطین مسابقه داره. یعنی این مسابقه واقعا جالب و دیدنی است. کسی که میخواد این مسابقه رو ما لایف و به طور مستقیم پخش کنم، نشان بده در این نمی ویدیو کامنت بکنید و بگویید که آیا میخواهید این مسابقه را لایف و پخش زنده تماشا کنین و یا خیر. زمانی که پدر UFC حمزه چمایف مسابقه داشت، آرمان آمد در پهلویش استاد شد، امرش تمرین کرد، زحمت کشید. گرچه حمزه گفته بود که من هر زمانی که آرمان مرا کار داشته باشه، برای من نیاز داشته باشه میایم. حتی گفته بود اگر آرمان بخواهد ما امریکا میایم، همینجا امرش تمرین میکنم. اما آرمان گفته بود که نخیر، نمیخوایم، بقدر زحمت روادار نیستم که امریکا بیایم. اگر میخوایم مسابقه را لایو و پخش زنده نشر کنم، ویدیو را لایک کنه، کامنت کنه، شیر کنه، استوری کنه که همه مردم طرفدارای از این مسابقه بیاین. ان شاء الله باز نشرش میکنم. جانم هستید، نشان بدید عشق و علاقه تان را بر این مسابقه.